وزیر مالیه تاجیکستان تصدیق کرد که در پرداخت معاش در کشور مشکلی جای دارد. هفته‌های اخیر ده‌ها نفر از منطقه‌های گوناگون تاجیکستان شکایت دارند که سری وقت معاش خود را دریافت کردن نمی‌توانند. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه روز 17 ایون در صحبت بر عرضه آزادی سبب دیر پرداخت شدن قسم از معاش کارمندان را چنین شرح داد: وابسته به منابع پاندمی بیماری سیرویتی کووید ما از حمایت علاقه با آموزگاران رخصتی دادیم. یعنی تصور کنید که خرجاتی که باید برای رخصتی پرداخت شود پیش اگر ما در دوام استیم بعضی آموزگاران هم فقط مزد معاش میگیرند، امروز ما نیاز داریم که همه آموزگارانی که امروز در رخصتی هستند اون نفری که مزد معاش میگیرند و رخصتی میگیرند باید در یک مدت کوتاه باید پرداخت کنیم. البته بودجه هم نقشه‌بندی میشد و پرداخت این مبلغ هم از اون نقشه باید عملی کرده شود. معاش قسم حفظ شونده بودجه بوده. دولت موظف است که در هر حالت آن را پرداخت کند، اما شکایت ها از دریافت نکردن معاش در هفته های اخیر زیاد صدا می‌دهند. از جمله کارمندان نیروگاه راغون و هم کالج مهندسی تکنیکی شهری راغون شکایت دارند که چند ماه باز معاش خود را گرفتن نمی‌توانند. کارمندان کارخانه تلکا هم گفتند 3 ماه باز معاش نگرفتند. یک گروه از آموزگاران در شهر کولاب نیز همین شکایت را دارند و گفتند که از مغازه‌ها خوراک قرض گرفتند اما معاش آنها را نمی‌دهند. این حوزه فامیلی من برای مغازین ما قریب 200 سم قرض رو مغازین بلو قرض رو نمیتن. میگم معلمی قرض نمیتن. این معلم کوچه رو میگه که من رفتم مرا قرض ندادن. طبق اطلاع اگنتی آمار نزد پرزیدنت تاجیکستان قرض معاش در کشور نسبت به همین دوره سال گذشته 27% بیشتر شده است. مقایسه رقم ها نشان میدهد که پرداخت نشدن معاش در بعضی از کارخانه و مؤسسه های تاجیکستان به سطح رسیده است که از زمان جنگ شهروندی در سالهای 90 دیده نشده است.